سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من تازه وارد هستم و تازه تو یوتیوب شرکت کردم و تعجب کردم اولین ویدیو 300 تا ویو خوردش و اینکه فکر نکنید فقط به خاطر لایک کردن و سابسکرایب کردن شما رو میخوام. من از ته دلی همه تون رو دوست دارم، کسایی که منو لایک میکنن خوشم نمیذارم که بر فرض مثال بخوایم منو دنبال کنید الکی. اومدم یه دست با هم افسی ای فوتبال یا همون پی اس بازی کنیم و شوتای قشنگ و نازنین بزنیم. برو بریم اینجا تمرینیه. درست بریم. خب چقدر زود از بات پیدا شد دیگه، پلیر نبود. بله خب بزن بریم تو بازی و چندی که میبینیم اولین روز ترکیب ما بهتون مسی 101 داریم، محمد صلاح 101، نیمار 98، امباپه 101، ژاوی نمیدونم کیه، پدری 100، این دوتا نه نمیدونم، نویر 98 فنداک. بعد توی تبلیزیامم چیزایی که میشناسم میمونه جگگیریلیشه هم دیگه، با یه دونم رافینیا. بله خب بزن بریم بچه. شاید من بگم باورتون نشه، همین دیروز اومدم مثلا 3 تا ویدیو کوچیک گذاشتم، شاید بشه تازه یه ویدیو که اونقدرم طولانی نمیتونم بذارم بچه. حالا بعدا وبکم و این چیزا میخرم، انقدر پیشرفت میکنیم کسایی که از قدیم بودن اینا رو میبینن بعدش میخندن. اگه دوست داشتن دیگه، به دوست داشتن. اوه چه موقعیت بدی، چه موقعیت خوبی ازش دادم با مسی و باور نکردنی. حالا من مسی فنم خودم، نمیدونم شما رونالدو فنی یا نه، ولی تو کامنت ها بنویسین. نمیخوام ازتون مثلا کامنت بگیرم الکی. اگه دوست داشتین که گل قشنگی، به به، نیمار جونیور با موهای سفیدش که بچه جدیدن رفته توی سانتوس و گله خیلی قشنگی میزنه، مثل گله کاشته از کورنل. حالا کاشته چرا میگم، شوتای کورنلی. حالا بماند بر اینکه من هم رونالدو رو دوست دارم، هم مسی و هم نیمار، همه رو من دوست دارم. خب از هیچی بدم نمیادش. این چه شوت مزخرفی بود واقعا. بچه‌ها چیزی که می‌بینید نمیتونم زیاد رکورد کنم، نهایتا میتونم 2 دقیقه 3 دقیقه، شایدم کمتر، شایدم بیشتر، شایدم کمتر. حالا باید ببینم میتونم برای شما بفرستم. وای چه تیری زدی، چه تیره بزنم. من همون 12 سالمه دارم میرم تو 13. یه شوت درست حسابی از بیرون محوطه جریمه ببینم میتونم بزنم. یه کلم به عشق، میخوام یه شوت بیرون از محوطه جریمه به عشق همتون با پدری بزنم. پدری رودری گرفت توپو. نوب سگ بازی در آدم. بچه اگه میبینیم بد بازی میکنم بزرگی خودتون بابخش. دروازه‌بانشون بچه خیلی قویه. تو خراب کردی همه چیز و خودت. زدم بیرون. خدای یه گل به عشق بچه ها بیرون از محوطه نشد بچه ها. عشق همه شما اگه بتونم شوت بیرون از محوطه جریمه میزنم، یعنی محوطه جریمه توی محوطه جریمه نمیشه گل شد. خب پدری ای چه چیپ مسخره بود، چه چیز بدی بود. خب پاسو انداختش خود مسی. بچه این از گل بیرون از محوطه جریمه کم مونده بود بره توی محوطه جریمه بزنه، ولی نکنیم بهش همه شما از بیرون محوطه جریمه دقیقا تقریبا میشه رو خط خود، ولی عقب‌تره.
های رو خط، ولی حالا خب یعنی دوتایی ها محمد صلاح الان بچه مثلا برام تو کامنت چالش بذارید، مثلا بگین تو بازی بعدی 4 تا گل کله بزن یا مثلا 5 تا گل، یا مثلا تو بازی آنلاین 3-4 تا گل بزن. بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یه گل تیرکی زدیم ما نیمار و یه گل بیرون از محوطه جریمه برای شماهای زیبا گذاشتیم. الانم با این میزنیم و بازی تمومش میکنیم چون مثلا بزنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا لایک و کامنت کنین، سابسکرایب هم که منو داشته باشین چون که ویدیوهای خوبی براتون میذارم، حتی کال اف دیوتی، ببین از هر چی ویدیو ساله، حتی اگه حالا زبانم گرفتم به بزرگی خودتون ببخشید، اگه وب کم هم گرفتم PS4 دارم براتون بازی های مثلا گادافار 4 گادافار 5 دلس آفاس و این بازی ها رو براتون انجام میدم، حتی ردد فقط بتونم پولش رو جمع کنم و یه وب کم بگیرم. پس اولین پیشرفتمون یک وب کمه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره. بای بای.